کردنی ویدیومان کانالی از خواهر اسلامیمان که با نام رزنا ناسیونالنی ریسیپت якчанд намуд ресептҳо влог бо кӯдако канали нав марҳамат дар омада обуна шавед ёру дӯстои даъват кунед иншоалло боз бо дастгирии шумон хоҳари моям пеш мерам якчанд намуд печениҳову пухтупазҳо дорон каналашон ба ҳатман дар омада обуна шуданро фаромӯш накунед силкаи видеои ман поёни видео мемонам ҳатман дар омада обуна шавед. салом дӯстон, хушомадед ба канали пухтупазҳои хонагӣ. мо имрӯз ҳамроҳи як намуд рулет тайёр мекунем. рулети оддӣ. маҳсулоти лозима барои мо 5 дона тухм, 180 грамм шакар, 100 грамм орд лозим аст. барои ороишаш як қошуқ какао. шарт нест какао истифода бурдентон. این محصولات برای تیار کردن خمیرش لازم است. میتونید برای کریمش مسلای و ملک‌های استفاده برید یا که زورنای کریم استفاده برید یا که این نمود کریمای خشک مونه. اگرچه نمود جبه کریمای خشک است این مغازه با میفروشد نرخش قیمت هم 24 روبل 34 روبل میتونه. همه کاندیترهای همین شهرهای روسیه همه استفاده برن یعنی کیلو باینش استفاده برن بیاد کریمش بالا لذت است. از من طرز تیار کنشم نشون میدم. این محصولات برای تیار کردن رولتی ما لازم است. ما در اول 5 دانه تخمه میگیریم. بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند کاری مادر فیض و برکت آبروتیت. میتونید زردی و سفیدیش جدا لازمید. من 5 دانه تخمه 180 گرم شکر که تا سفید شدنش لب میزنیم. میتونید با وینچکا لازمید میشه. کمتر دشوارتر و خیلی تیار میشه. حالا باید محصولاتی ما نمی‌طور سفید شود. حالا ما کم کم آرد همراه کرده به میکسر آمیخته میکنیم. بسم الله. آرد بسیار هم لازم نیه برای اینکه رولت ما میکفد. شروع آمیخته میکنیم. باید خمیره ما نمیتوان شود نه غلس نه سیوق. اگر ما آردش بسیار همراه کنیم یا که رزرخلیتل همراه کنیم وقتی پیچانسگی به میکفد خمیره ما سختی بلند میشد برای همین خمیرش ما سیوق در میکنیم نمیتوان. من برای آرایشش من کاکائو با 2 قاشق خمیره اضافه میکنیم. من 5-6 قاشق خمیر تیار کردگیم با من کاکائو همراه کردم. این مرگان سلفان با میگیریم. من لیست با پرگامنتنی بوماگا گرفتم برای بوماگا خشرو استادنش. من مثلا مولیدم تاکش بکی خشرو لیست با میستاد نجوم گفته. من ما خمیرامایه گرفتیم. من در آزاکچه شک میکشیم. من تگ لیست با. خیلی با فانتزی خودتان آرامیتید رولیته نگاه کنید. من خمیره پلاسه گرفتم لیسته. من یکان چوبچکی ما میکشیم. یک بار از این طرف یک بار ایسو میکشیم که های گل شکل شود. من اینطور آراد دادم. یک کلیتکا کرده تاگه لیست با من کاکائو که شکلادنی خمیر که من آراد دادم. که خمیرا باید بالاش با میگیریم. بسم الله. شروع بالاش با میپاشیم. من آیسته تناب میکنیم. همه جاش بیخ که
خمیر گرفتن با مدتی 10-12 دقیقه 180 درجه تفت میگذاریم. اینا چگونه میبینید بیسکویت های ما هم پخته است. بدیامش نگاه کنید چقدر برداشت. اینا رولیتی ما هم تیار شد. بیسکویت های چقدر ملایم آمد. ما اینا چپا میکنیم. اینا آیسته قاضش رو بکنیم. چقدر پخته است. من نگاه کنید ملایمک این نمیشکند. ما کنیم گرماگرم میپیچانیم که رنگ رولت کلوله استاد. ما تا کریم تیار کردیم ما باید این همین طور منه استاد. من میکنیم پچکه کریم استفاده برم. من درونش چخیه بیاد باید شروع میکنم. یگان چی چقدر بزنید که خیلی با سخت شدنش نپره. این خودش خانه پشتش بنویستگی که برای چقدر آب همراه کننده کار. یک پچکش به 150 میلی لیتر همراه کننده کار. من یکنیم پچکش باید 200 میلی لیتر آب خنک همراه کنم. آبم باید در خلادلنیک باشه تا سفید شدنش لب میزنیم. نگاه کنید در مدت 5 دقیقه کریمی ما چقدر سخت شد. ما میتونید 2 قاشق ساخنی پودر یا که سوگوشانه ملکو همراه کنید برای باز هم با لذت‌تر شدنش. من 2 قاشق سوگوشانه ملکو همراه میکنم. 2 قاشقی کلان همراه کرده بار دیگر همیشه شروع لب میزنیم. من چگونه میبینید کریمی ما هم تیار شد. من چقدر سخت اومد. ما هم خنک شد. من کمتر سیراب تیار کردم از سوگوشانکای ملکو با کمتر آبی جوش ریختم برای باز هم ملایم موندنش. هر چشم میریزیم. من اکنون کریمامو میگیریم همه جوش برق شروع میکنیم. اکنون ما رولیتامو شروع تاب میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نگاه کنید چقدر شروع تاب خورد است. چگونه میبینید رولیتی هم تیار شد. من کریم کردم 2 طرفشه. از 2 ساعت نگاه میداریم بعد ریزه کرده درونش نگاه کنیم که بیسکویت رولیتی ما چقدر تیار شده است. میبینید رولیتی ما هم دم گرفت. من که درونش ریزه کریم ببینیم درونش چقدر مانده است. بسم الله الرحمن الرحیم. بریدنش چقدر ملایم. قبطش چقدر آمده است. من درون رولیتی ما چقدر آمد. بهت ملایمک آمد. نگاه کنید. کریماش بهت با لذت بوی بهت شروع میکند. برای فرزندا پسند است. شما هم حتما برای نزدیکان خود تیار کنید. کانال ما دستگیری کنید. یارو دوستای دعوت کنید. انشالله باز با دستگیری شما ویدیوهای بهتر و بهتر میشد. خیر تا ویدیوهای آینده در پناه خدا باشید.